بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه درس ریخته‌گری رو خدمتتون هستیم. ما تو فصل قبل اومدیم راجع به تعریف ریخته‌گری، انواع ریخته‌گری، درجه بالا، درجه پایین، خواص شن، اون شنی که قرار استفاده بکنیم، ماهیچه گذاری، تولید قطعات مختلف، بحث در مورد اضافات قطعه راجع به انقباض ها، نمیدونم بحث تراشکاری، اضافات مدل، این مباحث صحبت کردیم. ما در جلسات پیشین اومدیم یه مقداری راجع به انواع قالب و مدل ها بحث کردیم با هم دیگه، که قالب هایی داریم که به صورت یک بار مصرف یا چند بار مصرف و مدل های یک بار مصرف یا چند بار مصرف داریم، که خب طبق اون تعریف ما حالا میتونیم قالب گیری هایی داشته باشیم با قالب و مدل یک بار مصرف، با قالب و مدل چند بار مصرف و یا قالب های چند بار مصرف. مباحثی که توی این قسمت خدمتتون توضیح خواهیم داد، در مرحله اول راجع به قالب گیری با قالب و مدل یک بار مصرف خدمتتون توضیح میدیم، که توی این قسمت مدل ما از نوعی هست که ذوب شدنی هستش. به ریخته‌گری با مدل ذوب شدنی از دیدگاه دیگه ریخته‌گری دقیق هم میگن. توی قطعاتی که خب مدلشون پیچیده هستش، نمیتونیم اونا رو از توی قالبمون که حالا دور اون شن ریخته میشه خارج کنیم، این مدل باقی میمونه و حالا با توجه به نوع فرایندش که حالا از نوع اینوستمنت کاستینگ یا لاست فورم کاستینگ باشه، این مدل ما از بین میره. قسمت بعدی که خدمتتون توضیح داده میشه تو این قسمت فرآیند ریخته‌گری قالب ها چند بار مصرف هستش، که خب این قالب ها معمولا از جنس فولاد یا گرافیت هستند، قالب های گرونی هستند و برای تولید قطعات با تیراژ بالا استفاده میشن. مسئله بعدی که خب جلسات قبل هم راجعشون بحث میکردیم اینه که ریخته‌گری ممکنه قطعاتی که تولید میکنه خواص مکانیکیشون پایین باشه. حالا با استفاده از یک سری از راهگاه ها یا راهکارهایی ما میتونیم این قطعاتی که تولید میشه رو کیفیتشون رو افزایش بدیم. یکی از اون فرآیندها یا کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که روی قطعه‌ای که حالا ریخته‌گری میشه توسط مذاب فشار ایجاد کنیم که به ریخته‌گری حدیده‌ای معروف هستن و به این ترتیب اون کیفیت قطعه تولیدیمون رو افزایش بدیم. قسمت بعدی راجع به ریخته‌گری گریز از مرکز صحبت میکنیم، که خب این دو تا کمک ما میکنه. یکی این که واسه از نیروی گریز از مرکز بتونیم فشار روی مذاب ایجاد کنیم که همون ترتیب یکی از انواع ریخته‌گری حدیده‌ای میشه، یا با استفاده از اون بتونیم قطعات تو خالی بدون ماهیچه تولید بکنیم. مورد پنجم راجع به ریخته‌گری پیوسته ما بحث میکنیم. توی خیلی از کارخانجات یا مثلا صنایع ما احتیاج داریم که مذابی که تولید میشه یا توی یک مرحله ریخته‌گری بشه، بعد به صورت حالا تختال یا بیلت در بیاد و بعد روی اون یه سری کارهای دیگه انجام بشه و سیستم به صورت سری پشت سر هم کار خودش رو انجام بده. در قسمت ششم راجع به ریخته‌گری الکترومغناطیسی صحبت میکنیم، که خب یک روشیه که توی اون میتونیم بگیم یه جورای قالب حذف میشه و برای همه شکل ها یا همه قطعات کاربرد نداره. سری قطعات خاص میتونیم از این ریخته‌گری واسه میدان الکترومغناطیسی استفاده بکنیم. تمام این مباحثی ما ریخته‌گری راجبشون بحث کردیم جلسات قبل و این جلسه راجبشون توضیح میدیم. احتیاج دارن که خب فلزاتی که حالا به صورت ضایعات خریداری میشن یا به صورتی که از سنگ آهن یا بقیه مواد قرار که ذوب انجام بشه، یک حرارتی بهشون داده بشه، که خب این حرارت توسط کوره‌هایی اعمال میشه بهشون که کوره‌ها انواع مختلفی دارن، حالا از کوره‌های آزمایشگاهی گرفته تا کوره‌های صنعتی و بزرگ. کوره‌های آزمایشگاهی مثل کوره‌هایی که با الیمنت و برق کار میکنن، کوره‌هایی که با مشعل کار میکنن و غیره. سه تا کوره مهمی که توی صنعت هستن و اینجا راجبشون بحث میکنیم، یکیشون کوره‌های کوپولا هستش که مشابه همون کوره‌های بلند هست که توی فولاد مبارک موجود هستن. کوره‌های قوس الکتریک یا جرقه‌ای هستن و نهایتاً کوره‌های القایی خدمتتون درس خواهیم داد.
فصل شو قسمت اول قالب‌گیری با مدل ذوب شدنی یا ریخته‌گری دقیق. همونطور که در ابتدای مبحث گفتم خدمتتون، مدلمون قطعه‌ای که حالا از کارخونه یا صنعت به ما داده میشه تا بتونیم یه مدل مشابه یا قطعه مشابه اون تولید کنیم، باید مدل اون ساخته بشه. مدل هایی که توی این قسمت ازشون استفاده میشه از جنس هایی هستن که در اثر حرارت از بین میرن. بنابراین حالا مدل های یک بار مصرف که طبیعتا از جنس چوب نخواهند بود. مدل هایی که اینجا استفاده میشه از جنس موم یا مثلا معروف از پلیورتان و بقیه موادی که به این صورت هستن استفاده میشن. توی این قسمت دو قسمت ما برای توضیح داریم. تو مرحله اول مدلی که حالا از موم یا اون جنس پلیورتان یا هر چیزی که ساخته شده قبل از اینکه فلز داخل قالب ریخته بشه در اثر حرارت سوخته میشه، از قالب خارج میشه و نهایتا مذاب میاد و توی قالب قرار میگیره. توی حالت دوم مدل توی قالبمون باقی میمونه. زمانی که فلز مذاب وارد قالب میشه شروع به سوزوندن اون میکنه و اون از داخل قالب ما خارج میشه. در روش اول که به اینوستمنت کاستینگ معروف هستش، کلیات فرآیند به این صورت هستش که خب ما برای تولید اون مدل مومیمون یا باید با دست این کارو بکنیم یا مثلا از دستگاه CNC استفاده کنیم یا روش‌های دیگه. ولی معمولا اینه که برای تولیدات بالا، تیراژ بالا، یک قالب فلزی از مدل مربوطه تولید میشه. این برای تیراژ بالا هستش. برای تیراژهای پایین گفتم که مدل رو معمولا به صورت سنتی با دست یا ابزارهای دیگه تولید میکنن. پس برای یک قالب فلزی ما باید از قطعه اصلیمون تولید بکنیم که توی این قالب فلزی ما موم میریزیم. موم که ریخته شد توی این قالب فلزی حالا تحت فشار تحت بقیه موارد اون مدل ما تهیه میشه و تولید میشه. خب به تعدادی که ما لازم داریم، مثلا بر فرض 10 تا 12 تا یا 6 تا مدل ما تولید میکنیم. این مدل ها توسط یه سری راهگاه و همون از جنس موم به هم دیگه متصل میشن، به عبارتی یه خوشه تشکیل میدن. این خوشه که ورودی اصلی داره که میاد به صورت زیر مجموعه خودش به مدل های مربوطه متصل میشه و کلا یک راهگاه با یه سری مدل های متصل شده با خودش رو ایجاد میکنه که خوشه مربوطه را تشکیل میده. حالا خوشه مربوطه خب باید قاعدتاً دورش یک قالبی شکل بگیره. برای این قالب یک دوغاب دیرگدازی تهیه میکنن. این مدل مومی ما که به صورت خوشه مانند در اومده رو به تعداد دفعات داخل اون دوغاب که از جنس مواد دیرگداز هست فرو میکنن. بعد از هر مرحله بهش یه مقدار زمان میدن تا خشک بشه. اون دوغاب مجددا این کارو میکنه تا ضخامت لازم بر روی اون مدل مومی ما ایجاد بشه. بعد از اینکه دوغاب به اندازه کافی ضخامت پیدا کرد و سخت شد، اون مدل مومی با دوغاب دورش رو داخل یک کوره قرار میدن. در اثر حرارت مدل میسوزه و از درون اون دوغاب سخت شده خارج میشه. نهایتا فلز در اون قالب ریخته میشه. وقتی که این کار انجام شد خب طبیعتا دوغاب اطراف نمونه که حالا به صورت قالب سرامیکی یا بقیه موارد هست شکسته میشه. اون تیکه های مدل ما با استفاده تراشکاری، اره‌کاری، وارد برداری و بقیه موارد جدا میشن که به صورت شماتیکی ما بخوایم این مطالبی که خدمتتون توضیح دادیم تو این شکل مشاهدهشون میکنیم. قالب فلزی تهیه شده. این داخل قالب فلزی ما موم قرار میگیره. مدل ما تهیه میشه اونجوری که توضیح دادیم. با توجه به تعدادی که لازم داریم با استفاده از موم راهگاه مربوطه ساخته میشه. مدل ها بهش متصل شده. مرحله دوغاب زنی دور موم ما به این ترتیب انجام میشه. این مرحله اینقدر تکرار میشه تا اون ضخامت مربوطه روی مدل ما ایجاد بشه. نهایتا درون کوره قرار داده میشه. مدل ما حالا ذوب میشه خارج میشه یا میسوزه خارج میشه. نهایتا بعد از اینکه اون قالب ما ایجاد شد، فلز درون اون قالب دوغابی شکل گرفته ما وارد میشه. بعد از انجماد خب همونجوری توضیح شکسته میشه، قطعات خارج میشه. نهایتا با فرزکاری یا وارد برداری قطعات مربوطه ما تهیه میشه. این روش برای قطعات پیچیده‌ای که امکان خارج شدن مدل وجود ندارد بسیار کارا هستش. هر مسئله‌ای که توی این جور قالب ها برای ما
با اهمیت داره که و باید بهش دقت بکنیم اینه که مطمئن بشیم که خب این تعداد مدل زیادی که به این راهگاه ما متصل شده‌اند اون فلز مربوطه توش پر شده باشه و عبارتی جاهای خالی توش باقی نمونده باشه که نمونه از بین بره. بنابراین ما باید یه فشار روی مذاب ایجاد کنیم که برای این کار یا از نیروی گریز از مرکز که در آینده خدمتتون توضیح میدیم، روشش توضیح داده میشه بهتون، یا روی مذاب فشار ایجاد میکنن، یه فشاری که قالب هم دچار ترکیدگی یا شکست نشه، یا اینکه اون داخل قالب خلأ میکنن، یه فشاری واسه خلأ ایجاد میکنن که اطمینان از پر شدن قالب ما حاصل بشه. این روش متاسفانه یکم پیچیده و پرخرج هستش، ولی خب برای قطعاتی که ضخامتشون کمه میتونیم استفاده کنیم، قطعات دقیق رو با این روش تولیدشون بکنیم. در روش دوم که به لاست فوم کاستینگ معروف هستش، مدل ما درون قالب باقی میمونه ولی مثل مرحله قبل نیست که ما قبل از ریختن فلز اون رو از بین ببریم. همزمان با ورود فلز که این مدل سوخته میشه و اون بخارها یا چیزهایی که ناشی سوختنه ازش خارج خواهند شد. به طور مثال جنسی که برای این مدل استفاده میشه از جنس پلی استایرن هستش که همونطور که مشاهده میکنید مدلی که ساخته میشه یه دوغاب ضعیفی دورش داده میشه، این مثل اون مرحله ضخامت زیاد و سختی نمیخواد، در یه حد کافی ضخامت دوغاب دور اون داده میشه. سپس این مدل که دوغاب دور اون هستش و داخل قالب یا محفظه به واسطه دورجای ما قرار داده میشه، دور اونا با شن پر میکنن که به واسطه در اثر ورود مذاب دچار شکستگی نشه. زمانی که مذاب وارد قالب ما میشه شروع میکنه به سوزوندن اون مدل، خارج میشه و نهایتا قطعه ما تولید خواهد شد که تو این فرآیند مسائل خیلی مهمی هست. چگالی خود اون پلی استایرن چقدر باشه، مثلا نحوه سوختن، نحوه خروجش، اینا مواردی هستن که مثلا تحقیقات رو زیاد کار شده که بالاخره بدونیم به چه ترتیب این فوممون رو انتخاب بکنیم که حبابات ناشی از اون سوختن پلی استایرن در اون قطعه باقی نمونه و قطعه کاملی برای ما تولید بشه. که همونجا که اینجا مشاهده کنید جنس از پلی استایرن مدل ساخته شده و دوغاب ضعیف دورش داخل شن گذاشته میشه، فلز وارد میشه، پلی استایرن سوخته میشه، نهایتا شن شکسته میشه و اون مدل نهایی ما خارج خواهد شد. نوع ریختگری دیگه ای که خب تو صنعت ازش استفاده میشه ریختگری با قالب‌های چند بار مصرف هستش. خب از اسمش معلومه دیگه این دفعه از جنس شن یا دوغاب یا بقیه موارد نیستن. در ریختگری با مدل و قالب یک بار مصرف برای هر نمونه یک مدل و بنابراین یک قالب باید ساخته بشه که خب سرعت تولید رو کاهش میده. ممکنه که مثلا عدم یک نواختی در تولید قطعات داشته، قطعاتی که تولید میشه با هم یکسان نباشن، بنابراین جایگزین اون قالب‌های چند بار مصرف هستن که خب مزیت‌ها و معایب خودش رو داره. قالب‌های چند بار مصرف معمولاً از جنس فلز هستند و بسیاری از محدودیت‌های روش قبل را که همون روش ریختگری یک بار مصرف هستن را حذف کردن. با توجه به اینکه جنس قالبمون چی باشه که معمولاً از فولادها هستن، برای فلزات غیر آهنی و نقطه ذوب پایین به کار برده میشن. بعد مسئله دیگه هست که خب تولید قالب‌های یک بار قالب‌های دائمی فلزی هزینه زیادی داره. هزینه این قالب‌ها که زیاد هست و بنابراین نمیتونیم قالب‌های خیلی بزرگی برای قطعات تولید کنیم. قطعاتی که با این نوع ریختگری مثلا قالب‌های یک بار مصرف میتونیم تولید بکنیم از نظر ابعادی محدود هستن، یعنی خیلی خیلی بزرگ قطعات رو نمیتونیم از این قالب‌ها تولیدشون بکنیم. برای فولاد معمولا جنس قالب‌ها از چدن خاکستری هستش یا از همونطوری گفتیم معمولا جنس این قالب‌ها برای وقتی که ما می‌خوایم استفاده کنیم برای فلزات غیر آهنی با نقطه ذوب پایین از جنس چدن خاکستری یا فولاد هستند
و برای تولید قطعات آهنی و فولادی که میخوایم ریخته‌گری کنیم از قالب‌هایی با جنس گرافیت میتونیم استفاده بکنیم و اون قطعات مربوطه را تولیدشون بکنیم. ریخته‌گری کنیم از قالب‌هایی با جنس گرافیت میتونیم استفاده بکنیم و اون قطعات مربوطه را تولیدشون بکنیم. در این شکل ما الان یک قالب فولادی چند بار مصرف رو می‌بینیم که برای تولید این قطعه استفاده شدن. یه سری نکات دیگه توی طراحی این نوع قالب‌ها هستن که ما باید بهشون اشاره کنیم و با هم بحث کنیم. یکی از مسائلی که توی این قالب‌ها اهمیت داره این مسئله هست که خب دمای قالبمون چه مقدار هستش. اگر دمای قالبمون کم باشه و یک دفعه فلزی با دمای بالا داخل اون قالب ریخته بشه، اتفاقات متفاوتی ممکنه ایجاد بشه. یکی از اون اتفاقات شوک حرارتی هستش، انقباض انبساط‌های سریع که خب باعث خستگی‌های حرارتی و غیره توی این قالب‌ها میشه. بنابراین قبل از اینکه توی قالب‌های فلزی ریخته‌گری انجام بشه، جهت اینکه از شوک حرارتی جلوگیری بکنن، دمای این قالب‌ها باید تا یه حد منطقی بالا بره. البته مثلا بر فرض میگم دمای فلزمون 600 درجه، طبیعتاً دمای قالبمون تا 600 درجه افزایش پیدا کنه، مثلا تا 200 درجه یا 150 درجه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین باعث از مشعل‌هایی درون این قالب‌ها رو گرم می‌کنن که به واسطه اون شوک حرارتی اتفاق نیفته. مسئله دیگه که توی این قالب‌ها هستش، خب طبیعتاً انتقال حرارت فلز از شن بالاتر هستش. بنابراین سرعت سرد شدن قطعات توی این قالب‌ها خیلی بیشتر از قالب‌های شنی هستش. خب طبیعتاً همونطور که بحث کردیم از لحاظ متالورژی و اندازه دانه خب تفاوت پیدا میشه بین قطعاتی که در قالب‌های فلزی ریخته‌گری میشن با قالب‌های شنی و طبیعتاً هرچه زودتر سرد بشه خواص مکانیکیش متفاوت‌تر خواهد بود، اندازه دانه‌ها کوچکتر خواهند بود و تأثیرات خودش رو خواهد گذاشت. این قالب‌های فلزی مسئله دیگه که غیر از شوک حرارتی توشون تأثیر میذاره اون بحث خستگی حرارتی هستش، خوردگی هستش، به عبارتی واکنش بین فلز مذاب و قالب هستش و همچنین ساییده شدن. بالاخره دمای فلز اون بالا باشه، اون سرعت جریانی که مواد مذاب درون قالب داره ممکنه که گوشه هایی که توی قالب طراحی شده یا نقاطی که مد نظر اون هست و بعد از چند مدت دچار ساییدگی بکنه و اون تولرانس ابعادی که مد نظر تولید قطعمون هست و دچار اشکال بکنه که خب ما باید از هر چند سری تولید قطعه با این قالب ها این مسئله رو مد نظر بگیریم، بررسی کنیم که بالاخره توی قطعات تولیدمون تفاوت ایجاد نشه. یکی از موادی که به خستگی حرارتی خیلی مقاومت خوبی داره چدن خاکستری هستش که به وفور توی طراحی این قالب ها ازش استفاده میشه. همچنین چدن خاکستری یک ویژگی خوب دیگه که داره، تراشکاریش هم راحته. بنابراین برای ساخت این قالب ها میتونه ماده خیلی مناسبی باشه که ازشون استفاده بکنیم. اگه خاطرتون باشه توی بحث قالب های یک بار مصرف شنی که با هم بحث میکردیم، یه مسئله که اتفاق میافتاد این بود که تفاوت ضریب انبساط حرارتی قطعه و قالب بود. خب وقتی که قطعه ما از حالت دمای بالا میخواد به دمای انجماد خودش برسه، دچار کاهش یا انقباض ابعادی میشه. خب اونجا بحث کردیم که اگر قالب جلوی این انقباض رو بگیره تو قطعه‌مون ترک‌هایی رخ میده که باعث میشه قطعه اون مقاومت لازمه رو نداشته باشه. بنابراین توی قالب‌های شنی ما از یه سری مواد عالی استفاده می‌کردیم که در اثر حرارت دچار سوختگی می‌شدن و اون مسئله بحث انقباض قطعه و قالب اونجا یه جورایی حل شده بود. ولی توی قالب‌های فلزی خب دیگه این اتفاق نمی‌افته، یعنی مواد عالی نداریم که بسوزه. بنابراین تفاوت ضریب انبساط حرارتی ممکنه که اجازه جمع شدن به اندازه کافی قطعه را بهمون نده. مسئله که باید اینجا ما باید بهش دقت کنیم اینه که قبل از اینکه قطعه به اون اندازه کافی منجمد بشه و دماش به میزان کافی بیاد پایین، باید در قالب خارج بشه که بتونه ادامه انقباضش رو بیرون قالب طی بکنه و اون بحث حالا تنش‌های کششی و ترک‌هایی که اتفاق میفته رخ نده. مسئله دیگه که خب توی قالب‌هایی هست با جنس فلزی یا گرافیت اینه که ممکنه مذابی که داخل قالب ریخته میشه سطح قالبمون بچسبه. خب چسبیدگی باعث میشه که
در آوردن یا درون قالب دچار مشکل بشه یا باعث تخریب قالبمون بشه. معمولا باید یه لایه‌ای بین قطعه و قالبمون ایجاد بشه که یکی از این کارها اینه که سطح قالب با مواد دیرگداز یا گرافیت پوشش میدن که غالبا از شعله گاز استیلن به عبارتی همون شعله‌ای که داخل قالب میاد لایه‌ای از دوده روی دیوارهای قالب ایجاد میکنن، یه حالت جدا کننده بین قالب و قطعه‌مون ایجاد میشه و نهایتاً واسه پرانهایی که توی قالبمون به کار برده میشه اون قطعه به راحتی از درون قالب ما خارج میشه. مورد دیگه ای که توی قالب‌های یک بار مصرف بحث کردیم ولی توی قالب‌های چند بار مصرف باید خیلی بهش دقت بکنیم، بحث خروج هوا هستش. توی قالب‌های یک بار مصرف خب هوایی که حالا توی خود قالب وجود داشت یا حالا در اثر مثلا بر فرض سوختن موادی که درون قالب مدلمون چیزای دیگه به وجود میومد از درون شنها خارج میشد. ولی توی قالب‌های چند بار مصرف فلزی یا گرافیتی این خروج هوا به خودی خود اتفاق نمیفته. بنابراین ما باید توی طراحی قالب یه سری راهکارهایی پیش بینی کنیم که هوای قالب وقتی مذاب داره وارد میشه از درون قالب خارجشون بکنه. همونطور که گفتیم تولید این قالب‌ها بسیار گران هستش و هزینه نهاییشون خیلی زیاد هست. این نوع قالب‌ها برای تولید قطعات با تیراژ بالا به صرف هستن، مثلا برای تولید 10 تا و 100 تا و اینجور مسائل اصلا اون منطق لازم رو ندارن. برای تولیدات مثلا بالای 10,000 تا و 20,000 تا باید از این نوع قالب‌ها ما بتونیم استفاده بکنیم. روش دیگه که تو ریختگری ازش استفاده میشه که خب کاربردهای خاص خودش رو داره، مثلا تولید مجسمه ها، شمعدان ها، کلا وسایل زینتی یا خیلی از موارد دیگه ای هست. به عبارت ما میخوایم یک قطعه یا باز ریختگری تولید کنیم که حالا شکلش میتونه منظم یا نامنظم باشه ولی فقط به صورت یک حالت ریختگری باشه، به یه حالت توخالی باشه. روشی که ازش استفاده میکنم ریختگری توخالی درین کاستینگ هستش که خب شکل اون قطعه مد نظرمون مثلا بر فرض اینجا حالا به صورت یک کوزه مانند هستش و داخل قالب ما ایجاد میکنم. این شکل کوزه که ایجاد شد فلز مذاب درون قالب ما ریخته میشه. خب طبیعتاً دمای قالب از مذاب به مراتب پایینتر هستش. اولین قسمتی که شروع به انجماد میکنه تماس بین سطح قالب و مذاب ما هستش. به محض اینکه حالا با توجه به تجربه یا محاسباتی که ما داریم متوجه بشیم که خب اون لایه اول بحث انجمادش رخ داده، قالب رو برعکسش میکنن. قالب که برعکس بشه مواد مذاب داخل اون خارج میشه. وقتی که مواد مذاب باقی مونده یعنی یه لایه‌ای که انجماد شده در بحث اتصال بین دیواره بقیه مواد خارج میشه و نهایتاً با خروج قطعه یا تخریب قالب و خروج قطعه اون کوزه تو خالی ما یا اون شمعدان یا مجسمه ما تولید میشه و اون پوسته مورد نظر ما به این ترتیب ایجاد خواهد شد. خب یکی از انواع ریختگری مهمی که میشه ازش واقعا نام برد که خیلی مهمه تو صنعت ریختگری حدیده‌ای یا دای کاستینگ هستش که خب تو این روش یه سری از معایبی که تحت ریختگری ثقلی به عبارت ما توی اون ریختگری قبل که با هم بحث کردیم اینجوری بود که مذاب درون قالب ما با استفاده از حالا اون محفظه‌ای که داشتیم وارد می‌کردیم تحت نیروی وزن میرفت داخل حفره‌های قالب قرار می‌گرفت و در اثر همون نیروی وزن خودش انجماد تا زمان انجماد فرآیند ادامه پیدا می‌کرد. ولی خب در فرآیند ریختگری حدیده یا دای کاستینگ بعد از اینکه مذاب وارد قالب ما میشه روی مذاب فشار اعمال میشه. این فشار تا زمان انجماد ادامه خواهد داشت، یعنی به این ترتیبه که این مذاب از زمان پر شدن قالب تا زمان انجماد نگه میدارن. خب این مسئله باعث میشه که تخلخل‌ها کاهش پیدا کنن و یه سری مسئله دیگه اتفاقی تو اسلاید بعدی خدمتتون توضیح میدیم. در اینجا 3 تا روش برای اعمال فشار روی مذاب خدمتتون نمایش میدیم که در روش اول به این صورت هستش که خب در اون محفظه‌ای که مذاب هستش اون راهکاری که به درون قالب هستش با استفاده از یک پیستونی این مذاب فشار داده میشه و داخل قالب قرار خواهد گرفت.
در روش دوم حرکت سیلندر و پیستونی مانند هستش که مشابه روش اول هستش، ولی خب حالا یه مقدار شاید میشه گفت که شسته رفته‌تر و تمیزتر هستش که مذاب داخل سیلندر و پیستون قرار میگیره و اون فشار اعمال میشه. در روش دوم ما اصلا از فشار هیدروستاتیک ببینید فشار هوا یا حالا گازهای خنثی یا چیزهایی که داریم روی سطح مذاب فشار ایجاد می‌کنیم. توی محفظه هم ممکنه خلا باشه یا نباشه، وقتی راهکار هوا خارج شدن هوا داخل قالب در اثر این فشار مذاب حرکت میکنه، درون قالب قرار میگیره و تا زمان انجماد این فشار نگه داشته میشه. خب مسائلی که توی این نوع ریختگری یا ریختگری حدیده‌ای ما باید در نظر بگیریم، اولین مورد اینه که خب قالب ما باید تحمل فشار بالا ایجاد شده را داشته باشه. بنابراین طبیعتاً از قالب‌های یک بار مصرف شنی نمیتونه استفاده کنیم مگر اینکه حالا طبق محاسبات ما اون استحکام شن مورد نظر ما بتونه اون فشار رو تحمل بکنه، یا به عبارتی چدن ممکنه دچار شکستگی بشه که خب به جاش از فولادهای سخت استفاده میکنیم و اون قالب مربوطه را تهیه میکنیم. و چون تو این روش فشار روی مذاب هستش به عبارتی پیشرانشی اتفاق میفته، بنابراین قطعاتی که ظرافت عالی دارن به عبارتی مثلا خط و خطوط یا مثلا مرفز ضخامت‌های نازکی دارن که خب در اثر ثقلی ممکنه مذاب وارد اون نواحی نشه، با این روش میتونیم تولید کنیم. فشار اعمال شده روی مذاب باعث میشه که مذاب تمام اون حفره ها ضخامت های نازکی که داخل قالب اون هست و کلی مکان ها رسیده و قطعه مربوطه را تشکیل بده و ایجاد بشه. این ریختگری همونجور که گفته شده توی این خط برای قطعاتی که در آنها حذف کامل مرحله تراشکاری بعد از ریختگری مد نظر باشد مناسبت. خب به عبارتی ما یک قطعه تولید کنیم و بعد بخوایم روش تراشکاری انجام بدیم، هزینه تراشکاری روی تولید قطعه‌مون تاثیر میذاره دیگه و قیمت رو بالا میبره. بنابراین میتونیم مثلا بر فرض قالب رو جوری طراحی بکنیم که اون زوایایی که برای مثلا زوایای 90 درجه اعمال میکنیم برای خروج قطعه‌مون یا خیلی از موارد دیگه که مد نظرمون بود حذف کنیم، نهایتا بعد از این قطعه‌مون تولید شد که احتیاجی به تراشکاری نداشته باشه. مسئله دیگه که توی این نوع ریختگری ما باید بهش دقت بکنیم و توجه بکنیم، خب وقتی که مذاب داخل قالب شروع به حرکت میکنه ممکنه که تلاطمی اتفاق بیفته، حبس هوایی اتفاق بیفته. در اثر این تلاطمی که توی مذاب اتفاق میفته خب گازها خارج نشن و بعد گازهای دیگه ای وارد بشن همراه اون مذاب و قطعه‌مون رو دچار تخریب بکنه یا قطعه‌مون مقاومت کافی رو نداشته باشه. برای نحوه اعمال فشار روی مذاب هم باید طبق یک الگوریتمی باشه، به این ترتیب که ابتدا تا زمانی که قالبمون میخواد پر بشه فشار به صورت خیلی پایین هستش و فشار کمی مذاب رو درون قالب هدایت میکنن. بعد از اینکه دیگه مطمئن شدن قالب پر شده فشار رو به تدریج افزایش میدن که اون بحث تلاطم اتفاق نیفته و این فشار نهایتا تا زمان انجماد کامل روی اون قطعه‌مون نگه داشته میشه و قطعه تولید میشه. خب این نوع ریختگری چون فشار روی قطعه‌مون هستش باعث میشه که حفره‌های کمتری نسبت به ریختگری ثقلی ایجاد بشه و قطعه‌مون با مقاومت مکانیکی خیلی بالاتری تولید بشه. با توجه به اینکه خب فشار روی قطعه‌مون هستش، تخلخل‌هایی که توی قطعه رخ میده بیشتر توی مرکز قطعه‌مون هستن، ولی توی سطح اون به اثر اون فشار اتفاق نمیفته و اگر این جریان آرام فلز اتفاق بیفته زمانی که مذاب داره وارد قالبمون میشه، فشار هم به صورت مناسبی اعمال بشه، تأثیر خیلی خوبی روی کاهش تخلخل‌ها و افزایش مقاومت مکانیکیمون داره. خب دیگه واضح هم هست دیگه چون فشار بالا هستش ما از ماهیچه شنی نمیتونیم استفاده بکنیم توی این نوع ریختگری، حتما باید از ماهیچه‌های از فولادی استفاده بکنیم چون در اثر فشار ممکنه که اون ماهیچه اون دچار تخریب بشه یا حتی در اثر فشار مذاب وارد ماهیچه‌مون بشه و اونو از بین ببره. با تشکر از توجه شما. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم درس ریختگری اون رو شروع میکنیم. توی مبحث قبلی راجع به قالب‌ها و مدل‌های یک بار مصرف
قالب‌های چند بار مصرف، روش ریختگری حدیده‌ای و روش ریختگری پوسته‌ای توضیحاتی خدمتتون ارائه کردیم. در ادامه این مباحث مورد بعدی که باید خدمتتون عرض بکنیم ریختگری گریز از مرکز هستش که استفاده‌های متنوعی داره. همونطور که گفتیم توی قالب‌هایی که ما استفاده می‌کنیم بالاخره یه سری حفره‌ها یا مجراهایی هستن که مذاب ممکنه به اونها به خوبی نرسه، یا حتی برای بحث اطمینان از پر شدن قالب ما نیاز داریم که یک فشاری روی مذابمون ایجاد بشه. واسه اون 3 مرحله یا 3 روشی که توی قسمت ریختگری حدیدی توضیح دادیم میشه روی مذاب فشار ایجاد کرد، ولی یکی از روش‌های دیگه‌ای که با استفاده از اون میان روی مذاب فشار ایجاد میکنن و باعث میشه که اطمینان پیدا میکنن که مذاب به تمام نقاط قالب رسیده، اون پر شدن اتفاق افتاده و اون بحث حالا تغییرات میکرو ساختاری به وجود میاد، روش گریز از مرکز هستش. به این ترتیب که همونطور که تو این شکل ملاحظه میکنید قالب بعد از اینکه مذاب داخلش پر شد روی یک محور دیسک قرار میگیره و شروع میکنه به دوران کردن تحت نیروی گریز از مرکز حالا MR اومگا 2. به این ترتیب فشار لازمه ایجاد میشه. یکی از کاربردهای دیگه که ریختگری گریز از مرکز داره بر ریختگری قطعات توخالی مدور هستش، همانند لوله ها، همونطور که تو این دوتا شکل ملاحظه میکنید. به این ترتیب هست که خب یه قالبی تهیه میشه، این قالب با یک سرعتی دچار چرخش میشه، بعد ماده مذاب از دورترین نقطه شروع میکنه به ریختن توی قالب و اومدن به سمت عقب. همزمان با ریختن مذاب و دوران مواد مذاب به دیوارها میچسبن و در اثر این دوران به صورت یک نواخت و محیطی توزیع میشن و اون لوله مورد نظرمون که همونجور که دارید تو این شکل واقعیش ملاحظه میکنید تولید میشه. از این روش برای رساندن مذاب به تمام نقاط قالب استفاده شده که قبلا هم بهتون اشاره کردیم. به عبارت دورترین نقاط قالب هم با استفاده از فشاری که ایجاد میشه مذاب به اونجا هم میرسه و اون ریزکاری ها و به عبارتی مواردی که لازمه مونه تا اون قطعمون شکل بگیره ایجاد میشه. معمولا سرعت دوران زیاد بالا نیستش، تقریبا حدود 200 تا 300 دور بر دقیقه هستش که بعد از اینکه مذاب حالا این 200 تا 300 دور بر دقیقه میتونه برای اون بحث ایجاد فشار روی مذاب ایجاد بشه یا برای بحث ایجاد مقاطع دوال مثل لوله. بعد از اینکه مذاب داخل لوله ریخته میشه خب ابتدا به دیواره میچسبه، در اثر اون نیروی گریز از مرکز شروع به انجماد میکنه و به این ترتیب اون لوله مربوطه تولید میشه. خب لوله‌ای که به این روش تولید میشه یه نوع لوله تولید شده به روش ریختگری بهش میگن که البته روش‌های دیگری برای تولید لوله ها هم ما داریم. نکته دیگه که تو این روش هستش اینه که خب ما قبلا دیدیم برای ایجاد منافذ یا حفره های توخالی داخل قطعمون ما احتیاج داشتیم که ماهیچه استفاده بکنیم. به عبارتی ماهیچه داخل اون مکان مورد نظر قرار میگیره و از اینکه مذاب اونجا رو اشغال کنه جلوگیری میکرد و بعد از اینکه قطعه منجمد میشد و خارج میشد ماهیچه از بین برده میشد، حالا با استفاده روش هایی که وجود داشت و اون حفره مربوطه ایجاد میشد. ولی تو این روش به علت اون بحث نیروی گریز از مرکز و متقابل محوری بودنش دیگه احتیاج به ماهیچه ما نداریم. خب طبیعتا مثل همون بحثی که توی قالب ها داشتیم، خب محل تماس بین مذابمون با قالب زودترین یا منطقه‌ای هستش که شروع به انجماد میکنه و انجماد از این لایه بیرونی شروع میشه. همونطور که میدونیم هم نیروی گریز از مرکز خب با توجه به اینکه ماهیتش بر اساس جرم هستش، توی اون رابطه M وجود داره، MR اومگا 2، خب حالا موادی که سنگین تر هستن جلوتر میرن به وادی به سمت سطح قالب نزدیکتر میشن و موادی که سبکتر هستن عقبتر باقی میمونن. بنابراین ناخالصی‌های سبکی داخل مذابمون هستن توی سطح داخلی لوله طبیعتاً به خاطر نیروی گریز از مرکز کوچکترشون قرار میگیرن و منجمد میشن و در نهایت میتونیم با یه تراشکاری خیلی سطحی اون ناخالصی هایی که حالا تشکیل شده روی سطح داخلی لوله رو ما از بین ببریمشون.
مورد بعدی که توی این روش وجود داره اینه که خب دیگه راهگاه لازم نداره، تقدیر کننده نمیخواد، همزمان که داره قالب ما میچرخه اون مواد مذاب وارد قالب میشه. بنابراین اضافات ماده‌ای وجود نداره که دیگه احتیاج به تراشکاری داشته باشیم. حجم تراشکاری که توی این قطعات ما داریم بسیار بسیار کمتر هستش. یه نوع از لوله هایی که تو صنعت خب استفاده گسترده‌ای داره، حالا صنایع به طور ویژه میتونیم مثال بزنیم، مثلا صنایع انتقال گاز، لوله هایی هستن که بدون درز هستن. لوله ها روش های مختلفی برای تولید دارن که حالا تو فصل شکل فلزات به بعضیشون اشاره میکنیم. و لوله های بدون درز که به صورت یک تیکه تولید میشن، خب یک روش همین روش ریخته‌گری بروز از مرکز هستش که بهشون لوله های مانسمان هم میگن. روش دیگه‌ای که این قسمت داریم راجبش توضیح بدیم روش ریخته‌گری پیوسته هستش که از این روش برای خطوط کارخانجات استفاده میشه، برای جاهایی که احتیاج هست اون حجم مذاب زیاد هست، قطعات به صورت پشت سر هم وارد بشه، اون قطعه مورد نظر یا ورق مورد نظر، بیلت مورد نظر تولید بشه و به سمت مراحل بعدی پیش بره. همونطور که تو این شکل ملاحظه میکنید مذاب ما وارد یه محفظه میشه، در این نواحی یه سری بعد از اینکه شروع میکنه به شکل گیری یه سری نازل های وجود داره که آب اسپری میکنن برای اینکه دما رو کاهش بدن تا یه حدی. بعد به همین ترتیب که لوله شروع میکنه از سطح بیرونی به سمت ناحیه وسطی هم مغزش منجمد شدن شکل نهاییمون ایجاد میشه و وارد مرحله بعدی که به طور مثال مرحله مثلا برابر نورد میشه گفت یا حالا کار دیگه که میتونن روش انجام بدن وارد میشه و اون قطعات ها تولید میکنن. از این فرآیند در تولید قطعات بلند و پیوسته حتی در بعضی مواقع برای تولید تعداد زیاد چرخ دنده هم میتونن با استفاده ریخته‌گری تولید کنن. به واسطه چرخ دنده تولید میشه که طولش نسبت به سطح مقطعش خیلی بلنده و به اون عددی که رسید بعد از تولید خب برش میخوره و اون چرخ دنده مورد نظر ما تولید خواهد شد. مورد بعدی که خب استفاده چندان گسترده‌ای نداره، یکی از جدیداً استفاده هایی که از این نوع ریخته‌گری دارن توی صنعت میکنن تو همون کاربرد ریخته‌گری پیوسته هستش. ریخته‌گری الکترومغناطیسی میتونیم ازش نام ببریم که با توجه به میدانی که ایجاد میکنه این میدان میاد به نیروی وزن یا همون ثقلمون و فشار هیدروستاتیکی تو بعضی قالب‌ها غلبه میکنه و باعث میشه که مذاب ما بدون اینکه قالبی داشته باشه یا با سطح قالب در تماس داشته باشه توی اون محدوده مورد نظرمون شکل بگیره. همونطور که اینجا مشاهده میکنید این لوله های مسی که اینجا هستن میدان رو برای ما ایجاد میکنن. در اثر این میدان این مذابی که اینجا هستش الان معلق هستش و بدون تماس با هیچ سطحی هستش که خب مذاب تو این حوزه میدان الکترومغناطیسی نگهداری میشه. میتونیم حالا با پاشش مستقیم آب به سطح مذاب اونا منجمد کنیم یا در اثر مثلا برخورد هوا دچار انجماد بشه که خب این مسئله باعث میشه که سرمایش و انجماد اون به سرعت اتفاق بیفته. همونطور که میدونید خب برای ایجاد مذاب ما احتیاج داریم که یه حرارتی از منابع خارجی فراهم کنیم که این منبع خارجی باید اون حرارت را به اون فلز مورد نظر ما انتقال بده، دمای اون به حدی بالا بره که مذاب بشه. خب توی حالا از کارهای آزمایشگاهی از ذوب چند گرم گرفته تا کارهای صنعتی ذوب مثلا به وارد 60 تن فلز ما باید بتونیم ایجاد کنیم با استفاده از اون منبع خارجی که داریم. کوره ها با توجه به ماهیت و نوعشون تقسیم بندی های مختلفی دارن. کوره های الکتریکی داریم که خب از برق استفاده میشه توی گرم کردنشون. کوره هایی داریم که استفاده میکنن از سوخت های فسیلی مثلا به عبارتی، یا کوره هایی داریم که واسه از همون جریان برق ولی بدون المنت، یعنی با استفاده از میدان های الکترومغناطیسی که ایجاد میکنن باعث ذوب فلزات میشن. موردی که باید توی کوره ها ما دقت بکنیم بهشون که حالا جلوتر بهش توضیح داده میشه، یک سرعت ایجاد ذوب، یعنی سرعتی که باید به اون فلز مورد نظر اون دما را انتقال بدن، اونا ذوبش کنن. مورد بعدی اینه که در اثر این ذوب چه آلودگی های محیطی اتفاق میفته، باید اون هوایی که از توی کوره خارج میشه
اون آلودگی هایی با خودش خارج میکنه. مورد بعدی که تو کوره ها اهمیت داره اینه که ما آیا میتونیم مثلا بر فرض دمای مذابمون رو توی دمای خاصی به مدت زمانی که میخوایم نگه داریم. مسئله بعدی اینه که آیا این کوره امکان یک نواخت شدن اون مذابی که ایجاد شده رو به ما میده. بالاخره خب اون مذابی که ما ایجاد میکنیم حالا با توجه به ماهیتش ترکیبی از عناصر مختلفه یا آلیاژهای مختلف هستش که خب باید اون مذاب نهایی که تولید میشه برای ریخته‌گری ما دارای یک نواختی خاصی باشه. خب از کوره های مهمی که ما این قسمت راجعشون توضیح میدیم کوره های کوپولا، کوره های هوا و برای کوره هایی که با احتراق کار میکنن، احتراق مستقیم، کوره های قوس الکتریک و کوره های القایی هستن که خدمتتون توضیحشون رو میدیم. اولین کوره که ما اینجا توضیحش رو خدمتتون داریم کوره های کوپولا هستن که همونطور که توی شکل ملاحظه میکنید به عبارت یک ستونی هستن که مواد، حالا موادی که وارد میشه به عبارت میتونه ترکیب از کوک، آهن، سنگ آهن، مواد افزودنی آلیاژی و بقیه مواد هستن که با هم دیگه وارد میشن. از پایین خب هوای گرم، بسیار گرم، یه مقدار بعضی وقتا ممکنه سوخت‌هایی مثل مازوت، گاز و بقیه موارد وارد بشه. در اصل این هوای گرم اون فرایند سوختن اتفاق میفته و فلزات ذوب میشن و در محفظه پایین ذخیره میشن. همونطور متناوب میتونن این مذاب رو برای فرایندهای بعدی که نیاز دارن خارج بکنن. در اون حالت کلی میتونیم بگیم که کوره های کوپولا عملکرد شبیه کوره های بلندی هستش که الان توی صنعت وجود دارن و استفاده میشن. این کوره ها در شرایط بهینه میتونن تا 120 تن فلز ذوب کنن و برای استفاده ما فراهم بکنن. کوره های دیگه که خب استفاده میشن کوره های غیر مستقیم. یه نمونهش کوره هستن که توی آزمایشگاه زیاد استفاده میشن برای فلزات غیر آهنی که دمای ذوبشون پایینه. میتونیم از این کوره ها استفاده بکنیم. این کوره ها برای وقتایی استفاده میشن که مقدار اون ماده که قرار ذوب بشه کم هستش. همین ترتیب آهنگ ذوبمون محدود است، یعنی احتیاج داره به سرعت مثلا ذوب بشه، بنابراین میتونه تو زمان بیشتری ذوب بشه. این کوره ها که توی آزمایشگاه ها موجودن، توی صنایع برای ریخته‌گری کوچیک هم موجودن، انواع مختلفی دارن. بعضیشون به عبارتی از مشعل های گازوئیلی گازی استفاده میکنن، بعضیشون المنت های حرارتی دارن. به عبارتی اون فلز مورد نظرمون یا ماده‌ای که قرار ذوب بشه درون بوته مربوطه، بوته‌ای که حالا جنس مختلفی داره، از گرافیت گرفته، فولاد گرفته یا موارد دیگه، ریخته میشه. حرارت توسط المنت ها یا اون مشعل تولید میشه. این حرارت از طریق بوته به اون مواد داخل بوته منتقل میشه و در نهایت عمل ذوب اتفاق میفته. نکته که اینجا ما باید بهش دقت بکنیم اینه که بوته‌ای که استفاده میکنیم برای ذوب اون ماده مورد نظرمون باید بدونیم که آیا واکنش میده با فلز داخل اون یا نه. چون بعضی وقتا ممکنه فلزی که ذوب میشه با بدنه بوتمون واکنش بده، یه سری عناصر از مذابمون خارج بشه یا یه سری عناصر از بوتمون وارد بشه یا اصلا ترکیبات جدید داخل مذابمون ایجاد بشه و در نهایت روی ساختار و مقاومت مکانیکی و برای موارد اون قطعه تاثیرات خودشون رو بذارن. معمولا به طور مثال میتونیم بگیم که مثلا ما نباید آلومینیوم تو بوته های فولادی ذوب کنیمشون، نه با تو بوته های گرافیتی تو ذوب بشن. بوته ها هم که معمولا توی بازار موجود هستن تو ابعاد مختلفی که ما بخوایم و به راحتی میتونیم خریداری بکنیم و از اون بوته ها برای عملیات ذوب و ذوبریزیمون استفاده بکنیم. یکی از کوره هایی که سرعت ذوب زیادی داره کوره های قوس الکتریک هستن. کوره های قوس الکتریک معمولا میتونن فلزا تو دمای مورد نظرمون برای زمان دلخواه نگه دارن. خب این مسئله میتونه به بحث آلیاژ سازی کمک زیادی بکنه. مورد دیگه ای که دارن مذابی که ایجاد میکنن یک نواخت خواهد بود به خاطر اون جریان اغتشاشی که داخل مذاب ایجاد میکنن. بنابراین تمام مواد داخل مذاب به صورت همگن همه جا پخش میشن.
مسئله بعدی که همونطور که گفتیم تو کوره ها بحث آلودگی هوا هستش. اون هوایی که از این کوره ها خارج میشه رو میتونن با فیلترهای موجود و بقیه موارد به سادگی کنترلش بکنن. معمولا توی این کوره ها ما 3 تا الکترود داریم، 3 تا الکترودی که موجود هستن. این 3 تا الکترود به یک برق 3 فاز متصل میشن که جریان متناوب برق وقتی که عبور میکنه از الکترودها میاد وارد فلز میشه و نهایتا از فلز دوباره به درون الکترود وارد میشه و خارج میشه. در اثر این ورود جریان الکتریسیته از الکترود به فلز و مجددا برگشتش به الکترود یک سری جرقه های یا آرک هایی به وجود میاد که دماشون در حدود 3000 درجه سانتیگراد خواهد بود و اون فلز اطراف خودش رو ذوب میکنن و به همین ترتیب این مسئله ذوب شدن ادامه پیدا میکنه تا کل اون ماده مورد نظرمون ذوب بشه. این کوره ها برای آلیاژ های آهنی به ویژه فولادها کاربردهای گسترده‌ای دارن که همکنون صنایع فولاد مبارکه هم از این نوع کوره ها داره استفاده میکنه و عملیات ذوبش ها به این ترتیب داره انجام میده. الکترودها به استفاده از سیستم های حالا مکانیکی یا هیدرولیکی کنترل میشن و بحث نزدیک شدن به اون فلزمون یا دور شدن یا بحث از بین رفتن اون الکترودها به وقتی پایش میشه و فرمان لازمه را توسط اون سیستم هایی که هست به دست میارن. یکی دیگه از کوره هایی که خب یه کوره بسیار تمیز هستش برای ساخت آلیاژ ها که آلودگی هایی که بقیه کوره ها دارن توی این کوره ها وجود نداره، کوره های القایی هستن. توی کوره های قوس الکتریک خب جریان الکتریسیته می اومد از طریق الکترود از فلز عبور میکرد، ولی توی این نوع کوره ها دیگه جریان الکتریسیته از توی فلز عبور نمیکنه و تماسی دیگه برقرار نمیشه. این کوره ها هم همانند کوره های که قبلا توضیح داده شد سرعت بالایی توی ذوب دارن، آلودگی هواشون به میزان کمتری هستش، خیلی راحت‌تر میشه آلودگی هواشون رو کنترل کرد. این کوره ها توی 2 نوع ساخته میشن، یه نوع کوره های القایی فرکانس بالا یا بدون هسته القا کننده و یک نوعشون کوره های فرکانس پایین یا قناتی بهشون میگن که هستن. به عبارتی جریان برق وقتی که میاد از درون سیمپیچی که اطراف اون مذابمون یا اون قطعه‌ای که قرار ذوب بشه وجود داره عبور میکنه، در اثر این جریانی که عبور میکنه یک میدان مغناطیسی متناوبی ایجاد میشه. این میدان مغناطیسی متناوبی که ایجاد میشه باعث میشه که درون فلز یک میدان جریان ثانویه که وقت میگن ادی کارنت، جریان ادی اتفاق بیفته و در اثر اون جریانی که داخل فلز اتفاق میفته یک گرمش سریع و توی قطع فلزمون به وجود بیاد و فلز ما سریعا ذوب بشه. در کوره فرکانس پایین باید ما قبل از اینکه کورش رو به کار بکنه یه مقداری مذاب توی اون از قبل تهیه کنیم و وارد کنیم، برای اینکه اگر این مذاب نباشه اون جریان ادی به وجود نمیاد و بحث ذوب شدن فلز ما اتفاق نمیفته. ولی توی کوره های فرکانس بالا دیگه احتیاجی به اینکه ما از قبل مقدار مذاب وارد کوره بکنیم ما احتیاجی به اون نداریم. این کوره ها مذاب خیلی خیلی خالصی ایجاد میکنن به علت اینکه عدم تماسی که بین محل ذوب با محیط بیرون هستش. بنابراین توی کارهایی مثل بحث ساخت آلیاژ های خیلی حساس یا ساخت کامپوزیت ها میتونیم از این کوره ها استفاده بکنیم، یا حتی بحث ذوب موادی که خب احتیاج دارن که با اکسیژن در تماس نباشن و کنترلشون خیلی راحت تر هستش چون با محیط بیرون تماس چندانی ندارن. فرکانسی که این کوره ها میتونن ساخته بشن و کار بکنن از فرکانس 50 هرتز تا 400 کیلو هرتز ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته که برای ذوب فلزاتی از وزن 20 کیلوگرم تا 65 تن میتونن استفاده بشن که در اون صورت از کوره‌هایی با توان 10 کیلووات تا 42 مگاوات میتونیم بهره ببریم و طراحیشون بکنیم و مورد استفاده قرار بدیم. با تشکر از توجه شما.